شفا پیدا میکنی. خاله من گفتم بگو عمه، تو چرا داری میگی خاله؟ ببخ خب هم عمت بفرست. میخوردی فقط. بابام هم میومد میگفت اذیت کرد بزن. یه صحبتی باهات دارم. جیگری مرسی. چند سالته؟ 26. چیه؟ یوتیوب آره. چند کی فالوور داری؟ 28 تا دونه. 28 تا دونه. الکی ما همه زشتن. من که مال خودم من رئیس دوست داریم. من تو رو دوست دارم، من تو رو میخوام. من بیمار داری، من میتونی یه کمکی بهش کنی؟ آره بهش کمک میکنم. میخواد شناسایی نشه. هر کی اینو بخوره شفا پیدا میکنه. خیلی بی‌تربیتی. سلام. سلام 15 ساله جذاب. چند سالت؟ یه صحبتی باهات دارم. خیلی بیشوری. به حرف اومدی ولی بیشوری جواب میده خیلی وقتا. میگم خب بی فرهنگ بازی تو رو میکنی. توی مجازی دنبال فرهنگ میگردی؟ پیدا نمیکنی. تو اصلا فرهنگی هم خوبه؟ فرهنگی جات مثل سبزیجات. این از این یوتیوبر کوشه کجایی؟ دیدم کلیپاشو تو اینستاگرام. بعد حرف بزن. داری شلوار میپوشی؟ آره مامانت اینجاست. گفتم شلوارشو بپوشه پسرت اومد. آره این همون. آره ببخشید دیر فهمیدی دیگه دیر شد. ببخشید من معذرت میخوام پسرم. قربونت برم. شبا زود بخواب، ما یکم راه دور میام پشت در میمونم، بعد وقتا نمیخوابی تا 2 3 گایدی ما رو اصلا. تو بابا میدونی الان کجا؟ بس دیگه. چه لبایی. من تو رو دیدم. آره دیدم وقتی که ریدم. میگم آشنایی. نمیدی به اگه بودی میدادی. من میدونی نمیدادی. میخوردی فقط. ببین اگه مماد از بدن جدا میشد، خب الان میفرستادی من بوسش کنم بعد پس بفرستم برات، یکم بخورمش بعد پس بفرستم برات. ها غلط کردی، به خدا میفرستادی. میدونی خوب میخورم. حیف و میل نمی کنم ممر. میدونی چی میگم به قشنگ میخورم. تازه زدم. چه خوشت میاد. کوفتت بشه. خب تو هم برو بزن. چرا فکر کنم کوفتم من بشه؟ نزدیک 2 ماه ندارم. حال نمیده. چرا؟ خب اگه میخوای بیا بکن. من خوراکم حرف خصوصی. خب میگه حال نمیده. خب نکی بدم چینته بشم بیام به همه بدم که. نه خب من خوبم. من دنبال دوستت انتخاب. بریم بعدی.
چند سالته؟ همسنیم. چه مایی؟ اسفند. اسفند. من فروردینم. من سرشم تو تهشی. آره جون. قربونت برم. بچه کجایی؟ قزوین. کیوبا باشه. نه. چرا دیگه؟ علی رضاه؟ آره من میتونم رضا صدات کنم؟ بله میتونم جعفر صدا کن. میتونم یه آهنگم برای رضا جون بخونم؟ بله بفرما. مثل شعر هایده است که با سلام شروع میشه. دیدی میگه سلام سلام؟ اینم اونجوریه. خب بخوان کو. اینم اینجوریه. میگه سلام رضا ننکه، ننت صندوق پسته، بابات مرده ز قصه، ز بس ظرفا رو شسته، ننت کجاست؟ خیلی ما قربونه دارم. دماغ تو دوست داری دماغ؟ خیلی دوست. این دماغ عملی ها رو همه رو بده. پسر دختر نره. تو ساکت بابا شرک. شرک تو هم برو کم عمل کن خودتو. شب شده باد کردی، روزا لاغر میشی، کوچولو میشی. میخوای دهن واسط بخونم که حال دوت شه؟ یه دهنتو وا کن تا من کنم توش. میخوای اون سر بی شعور بی ادب لبر بخون بده یه دهن برام باز کنم. باز کن. ریدی تو حالمون. بزنی میخواد دهنشو وا کنه. چه قشنگ وا میکنه. وا کن دیگه. خب خب آقا بخون. یه دهن بخون. بخون. از کی بخونم؟ مرد زن از کی بخونم؟ دو جنسه بخون. من چه میدونم. میخواد بخونی دیگه. نه باید گوش کن گوه نخور خودت باید انتخاب کنی. باشه من نمیخورم گو. تو بیا اینو بخور. بگو. خیلی بشوری فقط. بگو دیگه بابا این قیافه کی؟ خب بخون دیگه. وقت من گرفتی. نه گفتم خیلی بابا بخون. هایده بخون. خوبه هایده بخون. بابا حلاله بابا حلاله. چی؟ کننت؟ این خود لاش دارم تعریف میکنم اصلا چون باش میدی گو میخوری تعریف میکنی از من. یعنی چه حلاله؟ مامانت حلالمه؟ نه داداش چند تا حرف با دارم. چند تا حرف با کی داری؟ با من یا هوشنگ؟ هوشنگ در بیار ما ببینم. دو تاییم. هوشنگ در بیار. خوابه. گناه داره بیدارش کن. تازه رفته تو رفت. نزا بیدارش کن. بیدارش من باید بیای بخوابونی که یا باید مامان تو بفرستی یا خود دل منو بردار. نشکن. دل منو نشکن. اتاق دم قشنگه. آره. هوشنگو بلند نکن. سفیدی بلند باش، بشی. دست بلند بسیم بشه بشی. نمیخوابه. یعنی اینقدر در سر. آره. یا خودت باید بیای باید ننت رو بفرستی. بابا فوش ندادی. فوش نمیدم. خب بالاخره این باید بخوابه. نه مرده داداش. عمت آره زنده. عمش کن نه. آره. عمش. عمت رو بفرست. چند سالشه؟ خوب میخوره عمت؟ با خدا فکر کنم 42 43 باشه. خوبه. جوونه. آره. اسمش چیه؟ سمیرا. اوف. عمه سمیرا رو عمو جانی زد ترکون. اینو میذارم یوتیوب همه ببینن که عمت چه سمیراییه. جی آره. فقط اسم اینا موزیر نذاری. عمت جی جی آره. عمه فقط سمیرا کار رو با ایرانی گاییدن. نداره، کار با خارجی نداره. عمت رو گاییدن. خوشت میاد عمت اینجوری میگه؟ با همه زیاد یکم مشکل داریم با همه مالونه. یکم مشکل داری میدی بده. بده. بعد خالت چی؟ خالد یه خط قرمز ندیم. خط قرمزه. خط قرمز مثلا نشون میدم. خط قرمزت خالته. پس من خالت دوست دارم حقیقت. اسمش چیه؟ خالم همشون پیرن بابا. اب نداره. بجان تو خیلی یکی پیرن. از فامیلاتو جور کن من امشب اینو بخوابونم. من گفتم بگو عمه. تو چرا داری میگی
خاله. ببخش خب هم عمتو بفرست. یکی هم بکنیم یکیه دیگه اوکی عمتو اوکی بفرست. آره. یه رو با عمت فاصله دارم که بره توش. تو اینجایی؟ قرم ساق من داشتم دنبالت میگشتم. داش اتفاقا منم دنبالت بودم. صدا آبشو توف کنم. آفرین تو. بهت گفته بودم بریز رو سینام ریختی رو دهنم. حواسم نه در رفت. نه بیا. دفعه بعد میریزم رو صورتت. میگم چشاتو ببند اینجوری میریزم رو صورتت. نه فقط رو سینام. بریز رو فقط سینام. فقط رو سینام. همه 15 سالگی شروع میکنن. من 12 سالم بود شروع کردم. خب تو 3 سال زودتر. اولیشم به یاد معلم اول دبستانم زدم. همیشه یادم. خوب بود. معلماتون خانوم بودن همه شما ها؟ تشکر میکنم. یعنی دست بهم میداد میرفتم شب خونه عموم به یادش کردم فردا نگاش میکردم گفتم امشبم میزنم. احتمالا اینو میبینه این ویدیو رو معلمه. نکن. معلم‌ها هم مرد بودن چونمونو پاره میکردن. من یاد اونا شما به یاد معلماتون میافتادین میرفتیم میزدین. خب ما یاد معلمان میافتادیم یاد پارمون میافتادیم با شیلنگ. به خدا اینجوری دستمون میکرد تو برف یخ میزد بعد میومد با کابل. بابام هم میومد میگفت اذیت کرد بزن. به خدا اون موقع اینجوری نبود که. ازم پدر و مادرها میومدن به معلم‌ها میگفتن بزن. الان یوتیوبری بعد میخوای کلیپ من بذاری نیا سیگما خره کیه بابا؟ ببین سیگما حول نداره که همه میزنن. ببین دوست دارم این خودم ببین از نظر شما خب اگه بخوای حساب کنی میدونی حول ترین فرد تاریخ کیه؟ کیه؟ فرهاده. بیچاره چند سال بیستون رو کن برای شیرین آخر رفت بگیری عروسی که